هموطنان عزیز، خرد و بزرگ مردم شریف تاجیکستان و کل هموطنان برون مرزی امان را به افتخار جشن نوروز بین المللی صمیمانه تبریک میگویم. نوروز همچون بزرگترین آیین مردمی هنوز از آغاز پیدایش آن تا به امروز که تاریخ بیش از 6000 سال را در بر میگیرد همچون رمز سری سال، یعنی ایام برابرشوی شب و روز، احیای طبیعت، آغاز موسم کشت و کار، ابتدای کارهای صحرایی و فعالیت کشاورزان جشن گرفته می شود. همچنین جشن نوروز برای ما تاجیکان که میراثبران مستقیم تمدن باستانی آریایی می باشیم، از قدیم تا امروز یک پدیده بسیار قوی هویت ساز، یکی از رکنهای مهم خودشناسی و خودآگاهی، عنصر جدای ناپذیر فرهنگ ملی و جزئی برجسته جهان بینی و جهان شناسی به شمار می رود. منطق و فلسفه و ماهیت و حکمت نوروز از دانش و خرد، مهر و محبت، صلح و ثبات و شادی و نشاط عبارت بوده در طول هزار سالها برای مردم ما همچون عامل هستی ساز و متحد کننده خدمت کرده است. زیرا این جشن به قلب خرد و بزرگ سرور و شادی می بخشد، تمام افراد جامعه را سرجم می سازد و کل مردم را به دوستی و صمیمیت و مهر و محبت انسانی نسبت به همدیگر فرا می‌خواند. محض با همین سبب این پدیده اصیل فرهنگی هرگز کهنه‌شوی را نمی‌پذیرد و در همه دور و زمانها هم قدم و هم قسمتی مردم ما باقی میماند. هرچند که در دوره‌های گوناگون تاریخ تشکل خود این جشن تحت تأثیر مانع و محدودیت‌های زیاد قرار گرفته است، ولی بنابر اصالت طبیعی، ارزش و اهمیت جاودانه مردمی و فلسفه نیرومند داشتنش زنده و پاینده مانده تا زمان ما رسیده است. در جهان بینی نیاگان ما نوروز تجسم پیروزی نور بر ظلمات، گرمی بر سردی و خوبی بر بدی می باشد و طبیعی است که چنین سنت پرارزش طبیعی و انسان دوستانه و خیرخواهانه به هیچ گونه محدودیت تابع نمی گردد. قابل ذکر است که حوزه تمدنی نوروز در طول تاریخ دور و دراز موجودیت آن قلمرو منطقه‌های مختلف را فرا گرفته، فرهنگ خلق و ملت‌های گوناگون عالم را رنگارنگ و غنی گردانیده است و بیهوده نیست که مردم دنیا همدیگر را با عباره زیبای تاجیکی نوروز مبارک تهنیت میگویند. امروز ما با افتخار و سرفرازی اظهار می‌داریم که
به شرافت استقلال و آزادی وطن محبوبمان، نوروز این آیین بی‌بهای اجداد خود را احیا کردیم و برای رشد میانبرده رسوم نوروزی زمینه مساعد مهیا نمودیم. واقعاً نوروز امساله در کشور ما در دوره آمادگی به جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان تجلیل می گردد. یعنی بهار امساله بهار استقلال و نوروز آن نوروز استقلال می باشد. بنابراین همه ما باید کارهای آبادانی و بنیادکاری را برای استقبال ارزنده این جشن مقدس باز هم وسعت بخشیم. اجرای نیت و نقشه های سازنده امان را تأمین نماییم و شهر و نایه‌های کشور را آباد سازیم. در این سمت خصوصاً صاحبکاران وطن دوست و دیگر شخصان سخاوت پیشه باید بیش از پیش سهم گذارند. کارگاه و کارخانه های استحصالی بنیاد نمایند. اقتدار اقتصادی مملکت را تقویت بخشند و برای هموطنانمان هرچی زیادتر جای کاری تأسیس دهند. در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت و با دستگیری صاحبکاران باننگ ناموسی ما تنها در 7 سال آخر در کشور بیش از 1 میلیون جای کاری تأسیس داده شده. شماره شهروندانی که به مهاجرت مهنتی می روند 60% کاهش یافت. ما باید منبع نیز عملی سازی هدف استراتژی صنعت کنانی کشور، رشد ساحه‌های کشاورزی و مهیا کردن جایهای نوی کاری را وسعت داده. با همین راه شدت مهاجرت مهنتی را پس نماییم. در این روند ضرور است که فعالیت مرکزهای تعلیمی کلانسالان را کلاً بهتر کرده شماره هرچی بیشتری ساکنان مملکت با آموختن کسب و هنر فرا گرفته شوند. از زمانهای قدیم در بین مردم ما تعامل رایج بود که طبق آن نوروز را با سر و لباس عیدانه ملی، خانه و کاشانه تازه و آزاده و محل و دهات آباد و آراسته استقبال می گرفتند. باور دارم که این عنعنه نیک در بین مردم ما مخصوصاً سال جاری یعنی سال واقعاً تاریخی 30مین سالگرد استقلال و آزادی وطنمان گسترش باز هم بیشتر پیدا می کند. همچنین با اعتماد کامل اصرار می نمایم که کشاورزان شهرتمند مملکت هر روز بهار را ثمرناک استفاده کرده برای حاصل فراوان زراعت‌های کشاورزی و حفظ امنیت آزقواری زمینه استوار می‌گذارند. خاطر نشان می‌سازم که بهار فصل زودگذر میباشد. طبق پیشگویی سازمان‌های بانفوذ بین المللی و کارشناسان سطح جهانی سال 2021 برای مردم سیاره یکی از سالهای وزنین‌ترین و حتی هلاکتبار خواهد بود. در چنین شرایط ما باید باز هم بیشتر زحمت کشیده حجم استحصال محصولات را افزایش دهیم و نگذاریم که مردم ما از لحاظ تأمینات با مواد غذایی
تنقیسی کشند و محتاج دیگران شوند. من به کشاورزان و همه آنهایی که در اختیار خود یک وجب زمین دارند مراجعت کرده دعوت می نمایم که با استفاده از باد و هوای مساعد بهاری کشت زراعت‌ها را سری وقت انجام دهند. از یک زمین 2-3 حاصل ریانند و حجم استحصال محصولات غذایی را زیاد نمایند. در این سمت ضرور است که برای با مواد غذایی باز هم بهتر تامین نمودن هر یک عائله زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی نیز ثمرناک استفاده کرده شوند. خصوصا امسال که تأثیر پاندمی کرونا ویروس، بحران شدید اقتصادی و مالیوی و نتیجه منفی آن بالاروی نرخ‌ها و کمچین گردیدن مواد غذایی به تمام کشورهای عالم از جمله به تاجیکستان ما نیز ادامه دارد، هر یک ساکن کشور باید به این مسئله اعتبار اولین درجه دهد. در این جهت به تمام کشاورزان مملکت، صاحبکاران با ننگ و ناموس و کل ساکنان کشور بیشت آسایمان برای کار و موفقیت می‌خواهم. هموطنان عزیز، سالهای آخر در بین مردم ما به حکم عنعنه در آمده است که در عرفه و ایام عید و جشنها شخصان دارای امکانیت مساعد، یتیمان و معیوان، عائله‌های کم بضاعت و دیگر شخصان احتیاجمند را دستگیری می‌نمایند و در حق آنها غمخواری ظاهر می‌کنند. همچنین به صاحبکاران و تاجران و دیگر شخصانی که امکانیت و شرایط دارند خاطر نشان می‌نمایم که در شب و روزهای نوروزی مسئله رسانیدن کمک و دستگیری را به چنین شخصان فراموش نسازند. با استفاده از فرصت، برابران تمام وزارت و اداره ها، ساختار و مقامات دولتی، رئیسان ولایت ها، شهر و ناحیه ها، خدمتچیان دولتی، صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و کل مردم سربلند کشور یک نقطه را تکرارا خاطر رسان می سازم. ما و شما هرگز فراموش نکنیم که صاحب دولت صاحب اختیار و وطن صاحب استقلال هستیم. یعنی وطن از ماست و برد و باختش نیست از ماست. پس بیایید همه متحد و سرجمعانه زحمت کشیم، مشکلات اجتماعی خلقمان را برطرف نماییم، سبت و صفت زندگی مردممان را بلند برداریم، وطن محبوبمان را آباد کنیم و آبروی تاجیکستان عزیزمان را در عرصه بین المللی باز هم تحکیم بخشیم. بار دیگر تمام مردم شریف کشور را به افتخار جشن بین المللی نوروز صمیمانه تبریک گفته با هر یک فرد وطن و هموطنان برون مرزی تندرستی، کامیابی، بخت و سعادت، فیض و برکت و به تاجیکستان محبوبمان صلح و ثبات جاویدانه و پیشرفت و دستاوردهای روزافزون آرزو می‌نمایم. جشن نوروز بین المللی مبارک هموطنان عزیز.